ساعت به وقتی پراگ رسوی کس و شما برنامه خبری رادیو زودی رو در پخش مستقیم تماشا دارید. شلوی گلخوجه هستم همراه شما عزیزان و نخست میبینیم که امروز 27 نوامبر اطراف کدام موضوعها صحبت خواهیم کرد. بازداشت 3 شهروند تاجیکستان با اتهام تروریسم در روسیه با یکی از آنها تا 15 سال زندان تهدید میکند. تاجیکان در ارمنستان پخته و تربوز کوریدند. کشاورزان ختلانی گفتند هر جای زمین است حتما حاصل خواهد داشت. ما بچه‌کان همین سال 1200 گکر زمین پخته کوریدیم. بعد از 3 گکر با من تربوز داشتیم و از 2 گکر خربوزه. نباید کار را تا فاجعه رساند. روانشناسان میگویند تحمل خشونت خانوادگی گاه پیامدهای ناگوار دارد. تو همین معیوب شدنشون طاقت کردنشون در کار نیست که مثلا همین خیلی بوده است نه چه به طاقت کردن در کار بوده است گفته شدنشون در کار نیست. مقامات روسیه گفتند 3 شهروند تاجیکستان را با اتهام تروریسم و همکاری با گروه تندروی دولت اسلامی در شهر مسکو و ولایت ایرکوتسک دستگیر کردند. دادگاه نویای تاگانسک مسکو 2 تاجیک بازداشت شده را تا 20 январи سال آینده به حبس گرفت. در این مدت پرونده نوزیم عظیم و اکتم جان رجبماتوف که به استفاده اینترنت با هدف فعالیت‌های تروریستی گمان برند تحقیق می شود. نظر بازداشت شده ها و همین طور نزدیکان آنها در این باره معلوم نیست. از تاجیک دیگری دستگیر شده در ولایت ایرکوتسک نام بردن نمی شود. مقامات تنها گفتند که او 26 ساله است و به همکاری با گروه تندروی دولت اسلامی متهم است. در گذشته نیز چند شهروند تاجیکستان به چنین اتهام بازداشت شده بودند ولی بعداً بیگناهی بعضی از آنها ثابت شده و آنها رها گشتند. 10 مهاجر تاجیک کار زندگی در روسیه را با پخته پروری در ارمنستان عوض کردند. قرار است همین ماه آنها نخستین حاصل دسترنج خود را جمع آوری نمایند. پخته‌کاران تاجیک شرایط خود را در ارمنستان به مراتب بهتر از روسیه ارزیابی می‌کنند و کی می‌داند شاید صف پخته‌کاران تاجیک در این کشور از حساب کشاورزان ناراضی از نرخ و شرایط پخته پروری در تاجیکستان بیشتر می‌شود. خیرامان بقازاده موضوع را ادامه می‌دهد. طول 1 سال اخیر تاجیکان از ناحیه قبادیان تجربه پخته‌کاری خود را در یک گوشه دور ارمنستان آزمایش می‌کنند. حدود 25 نفر در دهه ارکس ولایت ارمویر ارمنستان که هم مرز با ترکیه است در ماه نوامبر حاصل پرورش کرده پخته خود را با دست جمع آوری می‌کنند. ما بچه‌کان همین سال 1200 گکر زمین پخته کوریدیم. بعد از 3 گکر با من تربوز داشتیم و از 2 گکر خربوزه. 1 گکر دیگه اشته و پمیدورتون آوردم پمیدور با داشتم. زمین‌های کشت پخته که آنها کار می‌کنند به یک ثروتمند با نام گاگیک چروکیان ربط دارند. شرایط زندگی و کار برای شهروندان تاجیکستان در این گوشه ارمنستان خوب است و از نظر ویژگی‌های کاری هیچ تفاوتی با پخته‌چینی در تاجیکستان ندارد. فرق این است که هر ماه برای پرورش پخته در اینجا به غیر از غذا و جای خواب به آنها $450 معاش می‌دهند که در تاجیکستان این مبلغ را پیدا کرده نمی‌شود. همین زمین خود همراه خود کفاف کردیم او دو زمین دروش دو زمین و مهنت می‌گیریم. شو. اساسی ولی خیلی کوم نمی‌تونم. پخته‌کاران تاجیک با دعوت هموطنان به ارمنستان سفر کرد و در آنجا جای کار پیدا کردند. اکثر آنها قبلا در روسیه هم کار کردند اما با مشکل و گران شدن پرداخت‌ها و شرایط کار در روسیه ارمنستان را برای کار انتخاب کردند. کاردهنده همه کارگران تاجیک را در 2 حوله کلان نزد میدان کشت جایزه داده است. سال 2018 صاحبکار و پخته‌پرور محلی گاگیک خچیکیان با تجربه 20 ساله کار و زندگی در تاجیکستان پخته‌پروری را در ارمنستان احیا کرد. خچیکیان برای کشت و پرورش پخته به جمهوری کارگران تاجیک را جلب کرد. ولی اپریل سال جاری اسم او در رابطه با پرداخت نشدن حق کاری یک گروه کارگران تاجیک رسانه‌ای شد. گروه کارگران تاجیک با شکایت از پرداخت نشدن حق کارشان در نزد حکومت ارمنستان اعتراض کردند. نماینده رسمی خچیکیان آن زمان گفت که دعوای کارگران قسماً به حقیقت نزدیک است. این دعوا بعداً حل خود را پیدا کرد و گویا شریک دیگری تجارتی خچیکیان حق زحمت کارگران تاجیک را پرداخت نمود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در این قسمت برنامه از زندگی سابق زن و شوهر برای شما قصه میکنیم که از خشونت همدیگر شکایت دارند. دادگاه حتی هر دوی آنها را در علیحدگی برای لط و کوب یکدیگر جزا داده است. با گذشت سالها حالا نیز بحث زن و شوهر سابق ادامه دارد، زیرا برای تقسیم مالکیت با همدیگر زبان نمییابند. متاسفانه سالهای اخیر صدها خانواده تاجیک همین گونه ماجراها و حتی بدتر از این را دارند که گاه با فاجعه می انجامد. سرانگیز نوروشو و شهلای عبدالله این موضوع را به بررسی گرفتند. این مرد 4 دفعه اویله‌دار شده است و میگوید هر بار در خانه‌داری ناکام گشته است. در هر بدبختیش زنان سابقش را گناهکار می‌داند. 2003 یکم نوامبر اویله اولی ما 3 فرزند دارم. در این خانه خچالو زد بود کسلی وسواس خاطی. بعد اومده زنی دیگه گرفتم. این 4 زنه. گلنیسا همسری 4 حبیب الله بود. 2 سال پیش با 4 فرزند او هم از این مرد جدا شد. میگوید در برابر فرزندان خود 3 فرزند شوهر از زن سابقش را هم بزرگ کرده است و تمام این سالها زیر شکنجه و خشونت شوهر قرار داشت. اومد که ما را پرسید که سر زمین نرفتین، لباسای شستگی ما را دید در سر تور. گفتم که نه نرفته. تو سنی ما گرم میگردونی نمیمونی، لباسا رو ما در درون لای پرتام. گفتم خیموی سرم داشت در روی سمنت مثل یک من وحشیانه زد مادر سر رو مکاند خونشور کرد. با رسما جدا شدن از شوهر هم به گفته گلنیسا او از اذیت و خشونت سابق شوهرش خلاص نشد. دادگاه او را در خانه سابق شوهر مسکون کرد و با این مشکلش باز هم پیچیده تر شد. چقدر عذاب داد. آب استفاده برای خانه را محکم کرد. نمیمونه که فرزنداش ایوه استعمال کنه. ما میرم خانه همسایه ها آب میارم. دشنو میتیا همسایه ها را که شما همیره مثال آب میتین وای میتین لگندای لباسشوی ما محکم کرد. دروغ ایامش. مرحمت الله تو کوپا بینه که چه خیلی مرا بچه ها حال کرده گیا. این خودش درخت وقت. این یکم بار نیست. این زن و شوهر بارها از بالای همدیگر به پلیس شکایت بردند. شوهر سابق این زن با نشان دادن یک سند گفت برای مادر 4 فرزندش از مرکز شهری وحدت خانه خرید. موافقی مرکز رئیس سود مرا گفت که خانه بگیشه مرحمت حجتاش اینا ما پیشنهاد میکنم شما دا ما خانه های نوبنیاد خانهش گرفتم. گفتم یک بچه دارم به نام همین بچه میکنم. رئیس سود گفت که به نام خودش کو. با ادوکات قطعی بردم به نام خودش کردم. قبول نکرد. حالا بحث این اویله در دادگاه ادامه دارد و همسری سابق طلب دارد که مال و ملک برابر و با عدالت تقسیم شود. گلنیسا میگوید که شوهرش 3 حولی دارد که یکی باید پوره به او داده شود. خانه‌ای که ما زندگی کردیم مالکیت مشترک زن شوهریمون است. در سال 2008 2009 ما می خانه را از سر نو ساختیم، بنیاد کردیم و سود شهر وحدت پیشنهاد کردم. عریضه ما در مرحله سود شهر وحدت قرار دارد. در 10 ماه سال روان بر ریاست حفظ ترتیبات جمعیتی وزارت کارهای داخلی بیش از 3000 عرض و شکایت وارد شده است که به فرق از سال گذشته 400 حالت بیشتر بوده است. در نشست در دوشنبه در دایره معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت علیه زنان مسئولین از افزایش موارد خشونت و زورآوری زنان در اویله ها خبر دادند. 1432 نفر همچون حقوق ویران کردن نسبتشون پرونده ماموری آغاز کرده شده و سود روان کرده شد که سال گذشته 1231 نفر بود، یعنی 201 عدد پروتکل حقوقی معلومکاری زیاد ترتیب داده شده است. مسئله خشونت در اویله برای تاجیکستان یک مشکل داغ باقی میماند. یک پرسش گروه تحلیل و مشورت و سازمان‌های دولتی و بین المللی معلوم کرده است که بیش از 70% مردان و زنان در تاجیکستان باور دارند که زن باید به خاطر حفظ اویله خشونت را تحمل کند. مراجعت کردن در کار به جاهای درکاری گفتم و فهماندهی کردن در کار که تو همین معیوب شدنشون طاقت کردنشون در کار نه که مثلا همین خیلی بوده است نه چه به طاقت کردن در کار بوده است گفته شدنشون در کار نه. یک پژوهش سازمان‌های غیر دولتی معین کرده است که در اویله‌های کم بضاعت زنان 2 مرتبه بیشتر از اویله‌های دارا به زورآوری و خشونت گرفتار می‌شوند. تحلیلگران بر این باورند که در 80% حالت‌ها کودکانی که پدرانشان از زورآوری استفاده می‌کنند در آینده همین عمل را در اویله و نسبت به همسر خود تکرار خواهند کرد.
برنامه خبری رو ادامه میدیم. به مناسبت روز جهانی مبارزه با اسپید که امسال 1 دکبر تجلیل می شود، در تاجیکستان تشخیص رایگان این ویروس راه اندازی شده است. معمولا در فصل تیرمو صدها هزار شهروندان تاجیکستان از مهاجرت کره روسیه برمیگردند و به تشخیص خون نیاز دارند. زیرا یکی از راه‌های افزایش شمار مبتلایان به HIV و اسپید روابط بین نظام جنسی مردان در مهاجرت گفته می شود. امردین اولیموف امروز کار یکی از تشخیصگاه‌های سیار را نظارت کرد. سعادت وطنова ба тоҷирон ва роҳгузарон дар назди бозори саховати пойтахт дар бораи вируси норасоии масъунияти одам ва роҳҳои гузаришу пешгирии он маълумот медиҳад. ӯ корманди маркази ҷумҳуриявии мубориза бар зидди ВНМО аст. در اون جایی که مردم بسیار است جمع میشد، برای همین ما در همین خیل جاها جمع آوردیم که نه اینکه ما همین فقط گروه آسیب پذیر خیلی که میگیم، در همین جایها ممکن است که اینجا ممکن است که ما مهاجری مهنتی، اون شهروندی هست که مثل علاقه جنسی به ترتیب مانند غیرت، اون شهروندی است ممکن است که نشمند تزریقی هست و موادهای استعمال کننده مخدر استفاده میبرند. اون شخصی است که ممکن است که با دیگر راه‌ها ممکن است و نمیداند و وضع سلامتی خودش رو میفهمد و از تشخیص میگذارد. اکثر نفرانی که در اینجا از تشخیص میگذارند جوانند، اما میان خواهشمندان افراد بزرگسال و زنان هم دیده میشوند. حالا از تعداد عمومی 10,000 نفر سیرایت یافته به ویژه در تاجیکستان بیش از 30% را زنان تشکیل میدهند که اکثریت از جانب شوهران نشمند و مهاجر به این بیماری گرفتار شدند. رحیم شاه صفایف میگوید 20 سال اخیر در روسیه بود و بار اول است که از تشخیص میگذرد. من 20 سال در روسیه بودم، میگم با تشخیص نکردم. من یکم بار اومدم میبینم که خیلی سلامتی من است، خیلی فهمیدن در کره بودن زنده ایم، یک فهمیم که چی نشاید داشت. طبق معلومات‌های آماری سال گذشته در تاجیکستان 1422 حالت نوی سیرایت ویروسی نارسایی مسئولیت بدن آشکار کرده شده است. به این ترتیب هر روز در تاجیکستان تا 4 نفر به این ویروس گرفتار می‌شدند. با پهن کردن ورقه‌ها و صحبت‌های شفاهی، کارمندان این مرکز ساکنان را از راه‌های پیشگیری ویچ آگاه می‌کنند. با وجود اون که در اکثر کشورها نظارت از بالای گردش مواد مخدر پرزور کرده شده است، قاچاقچیان هم از راه و اصول به اصطلاح زمانوی استفاده میکنند. برای مثال در اسپانیا عالم جنایی توسط کشتی زیریابی مواد مخدر را به این کشور قاچاق میکردند. جزئیات در گزارشی کیومرزیاتا. پلیس اسپانیا یک کشتی زیر آبی را با احتمالاً 3.5 تن مواد مخدر باز داشت و به بندر الدن ولایت پونتویدرا این کشور انتقال داد. روز 26 نوامبر مردم زیادی برای تماشای این کشتی زیر آبی جمع شدند. کشتی آخر هفته گذشته در ساحل‌های شمال غرب اسپانیا بازداشت شد. 2 شهروند اکوادور را دستگیر کردند. نفر سوم که هویت آن تا حال اعلام نشده است از جای حادثه فرار کرده است. پلیس میگوید اکیپاژ کوشش کرد که کشتی را با تخمیناً 3.5 تن کوکائین داخل آن غرق کند، ولی ملاحان اسپانیا با تجهیزات مخصوص کشتی را از قعر بحر بیرون کشیده به بندر انتقال دادند. مقامات اسپانیا میگویند اکنون مفتشان کشتی را پررو تفتیش نموده مقرر خواهند کرد که چه مقدار کوکائین در داخل آن جای داده شده و از کدام کشور به اسپانیا وارد گردیده است. و 2 کارمند سابق خدمات گمرک با اتهام قاچاق به زندان محکوم شدند. دادگاه نویه اسماعیل سامونی محمد نوزیموف را به 10 و شامل جان نبوتوف را به 6 سال زندان حکم نمود. این 2 نفر آخر ماه می امسال از سوی کارمندان امنیتی ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات آنها را متهم میکنند که برای گذاشتن یک ماشین با محصولات لباسواری از ازبکستان بدون ثبت رسمی آن به عبور بار مساعدت کردند. با تشکر از یک شما بینندگان عزیز که تا این ثانیه ها ما را تماشا کردید. برنامه خبری را برای امروز انجام میدیم. خبرهای روز را چون همیشه در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های جالب را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه‌های مخصوص خود را دارد که در اونجا نیز خبر و گزارش های ما گذاشته میشوند. فراموش نکنید که صبح فردا نخست نویدی بامدادی تقدیم شما میگردد. تا فردا، خدا نگهدار.